اگر توی رابطه خیانت شده چیکار باید بکنین؟ آیا پایان رابطه است وقتی که اعتماد طرف مقابل از شما رفته؟ آیا کاری میشه کرد؟ پژوهش‌ها نشون میده که 2/3 از کسانی که از رابطه‌هایی که دچار خیانت شدن میتونن با هم بمونن و رابطه‌شون رو نگه دارن. البته باید یه خود روش کار کنن و اون اعتماد از دست رفته رو دوباره به دست بیارن. اولین کاری که باید کرد، اولین چیزی که خیلی مهمه، اون کسی که خیانت کرده، مرد یا زن، به همسرش میگه درخواست بخشایش میکنه و درخواست پوزش از صمیمانه و از ته دلش و باید طوری باشه که اون طرف باور کنه که دیگه این اتفاق نمیفته. دیگه این که شما باید حتما وقت بیشتری با همسرتون بگذارین، وقتتون رو اختصاص بدین به اون و بیشتر باهاش باشین و بیشتر بهش توجه بکنین برای اینکه اون اعتماد از دست رفته باید برگرده. حتما باید صداقت کامل داشته باشین در هر کاری که میکنین، هر جایی که میرین، با هر مسئله‌ای که کلنجار میرین، صداقت کامل، همیشه شفاف و روشن باشین. دیگه اینکه بهش گوش بدین. گوش دادن خیلی خوبه. برخی آدم‌ها گوش میدن ولی در حقیقت نمیشنون که چی داره گفته میشه. گوش دادن با زبان بدنتون، با احساستون، گوش بدین به احساسش، به زبان بدنیش، به حرکاتش، به اون تون صداش، به همه چیز گوش بدین، توجه کنین، دیالوگ باهاش داشته باشین، اون رو درست بشنوین، پینگ پونگ باشه، نه اینکه فقط گوش میکنین. با تمام وجودتون وقتی این کارا رو مدتی انجام بدین، اون اعتماد رفته برمیگرده. دیگه همیشه پشتیبانی و حمایت خودتون رو از اون دریغ نکنین، همیشه براش باشین، همه جا همه کاری رو بکنین و مطمئنا اگر اینا رو درست انجام بدین، 5 تا نکته بود دیگه براتون گفتم، این اعتماد میتونه برگرده و زندگی زناشوییتون به هم نمیریزه. خب عزیزان من، راه آغاز کار به سایت همسرجون.com برین.